سلام، امیدوار هستم که جور و سعادتمند و سرحال باشید در کنار فامیل هایتان. امروز یک جشن تولد داریم، یکی نه که دوتا از دوتا خواهرزاده پایم است. در باغچه گرفتیم. سلام، دیگه با ما باشه. ما تولد زها کده فردا میریم. امروز تولد بچگک است. سلام برای تشکر میکنم از تمام دوستا که همکاری کردن دیگه. انشالله سرگرمی زیاد داریم انشالله. دوستا خالی یک کباب پزی داریم دیگه، سعی کنیم مرچ باغ کام خوب رسید. دو ساله شد نه دخترک؟ بخیر 2 ساله شد دیگه. اینجا در گفتنی حالا سوراب هستیم دیگه برنامه خلاص شد. فعلا برنامه کباب پخته کردن برنامه بخوز دیگه. بله زنکی آلمانی مرستان که میارسی ترس گفتم نه نمیگه آرسی سوراب است میگفتی. چطور هستن شما؟ خوب هستیم. خوب هستن. امروز چی گپ است سهیل جان؟ امروز تولد است. خواه؟ تولد کی است امروز؟ تولد زها کده فرزام. کده فرزام نکرد تو؟ فرزام بیادرک تو میشه نه؟ خواه بگوین خیلی تولدت مبارک فرزام و زها. تولدت مبارک فرزام. این پدرش هم موتر آورده. این موتره که بر زها خریدی؟ شاه اسلام؟ معلوم میشه. یک موتره هم پیش فواد جان است. فواد چی گیدی تو؟ باش که بچه کمکی جاره خرابی کنم میره موتر شویه برده. خواه فواد جان چی گیدی؟ اینو زغال تازه کنیم دیگه. بیشک. چی خوب زغالی شده ای؟ والا خسته نباشی. زنده باشی. کبابارم خلاص کردی شو اسلام. بخیر دیگه نکن استیک شما آماده جای دوستا آماده پختن از دیگه. بخیر خیلی جای دیگه. دوستای ما خالی دیگه. چه خوب یک ماشینه که پیدا کردن. والله نمیدونم برای هر دیگه فقط رو ببینید نفس مومن رو. فرزام تولدت مبارک. تولد ما سفید باشید. با مرم سوال جان هستم. با مرم مال اینی با من رقمیم خوب موتر خوش دارم. من خوب این رقمی موتر خوش دارم. لبوگینی من خوش دارم. لبوگینی براتون آلو بکنم؟ خواه نه من نیست. موچی تو بگی. نه فیا. یا فیا. اینا براتون آلو کندم. سعی کنید نشان داد بر دوستایت. اینا آلو دیدی؟ اینا اینا باید بوشه جان پدر خواه. اینا بگی؟ سوال جان باشن سوال جان این یک تارم بگی بچیم. ما آواز میکنم بوشوین خواه. باشن
اسلام چی کردی؟ عزیز دل برادر گوشت خلاص شد؟ بخیر نوبت مرغ است. بخیر دیگه. بازم دوستا سلام پذیرا باشن. دوستا دیگه جایتان خالی، دلکایتان او نشه. دوستا بوی ازی آدم سیر میکنه. بویش که آدم سیر کرد بازی خودش خوردن نمیشه. دلکای تا نو نشه. آجی ما خو مجبور اینجا شدیم. تو چرا اینجا شدی؟ والا ما مامت دیگه شما مالگی ویش هم تو مالا ماست کردیم جو مال پوشیده. فوقانا را ایلا کردن رفت تو خانه اکا